سلام و درود خدمت تمام بینندگانی که ما را از طریق رسانه شهروند بیننده است و ما می‌بینند و تشکر از دوستایی که امروز جمع شده به خاطر از اینکه گزارش را بده. اگرچه ما باید دیروز گزارش میدیم، نظر به مسئولیت که دیروز ایجاد شده بود نشد، امروز گزارش را خدمت دوستای رامونی و تشکر از آقای زایدی که زحمات گزارش را متقبل میشه، نهایت سپاسگزاریم. به سلسله گزارش ها قرار بود گزارش را آقای رضوانی بخونه، از اینکه امروز کم ما که این معذرت خواسته به ناچار ما گزارش را بخونیم. الی 15 قوس در تاریخ 11 یک حواله نمبر داشتیم. حسن حیدری از اتریش مبلغ 8000 افغانی روان کرده و حواله نمبر دوم بوده، عاید بوده. البته در دمی تاریخ از بله بخشیای مبلغ 2000 که جمعه خان زمیری زحماتش متقبل شده، قرضداری ها رو جمع کرده. تشکر منیمشیم. دمی تاریخ 11 قوس خود حاجی البابا مبلغ 16000 افغانی آوردد امور تسلیم کرد. در تاریخ 14 قوس 14250 افغانی از برادران سیولیان که توسط برادر محترم آزاد بلدیز مو آورده شده بخش از مو رسیده و مبلغ 10000 افغانی از کانادا ذبیح الله نوری به رضوانی صاحب حواله کرده بود. رضوانی صاحب تسلیم شده آورده فعلا در صندوق. در تاریخ 14 قوس حسین محسنی 5000 افغانی کمک خونده شد که اتفاقا 1000 زیر نقد تسلیم صندوق کرده، 2000 زیر یک دفعه خرچ مصرفی اداری شده، 2000 دیگهش بازم خرچ مصرفی اداری شده، ولی ظاهرا 5000 در پای عاید از مو اضافه شده، اما 4000 زیر مصرفه. آره دمی تاریخ 14 قوس 4800 افغانی از دوستای محترم، البته جزئیاتش خیلی اینجنیه، علی مدد زمیری 2500 افغانیش را به خاطر کرایه بیل، بقیهش 500 از مولا بوده، از عطیه اسمت بوده، 300 از مولا بوده، 500 دیگه از بسم الله بوده، 500 دیگهش هم خان محمد خانعلی به نظر خانه اونجا خان نشته بود. خانعلی خود در مجموع 4800 افغانی را توسط علی مدد زمیری بلدیز مو رسیده در صندوق منج مو دریم پیش خود که کرایه بیل که خاک را انتقال داده اینجا باید تسلیم دیده شنه و 4000 زیر روحانیت به عهده گرفته، اما در پایز مو حساب شده، ظاهرا یک روپیش هم بلدیز مو نرسیده اینجا، ولی ماسر لاله میر در پایز مو حساب کرده فعلا دیگه جمع عاید هم ده 5000 4800 نشته ده. خب آره برو با شما آقای محمدی پیگیری کنید دیگه، نماینده روحانیت آقای محمدی است. صحیح. و در ضمن امروز یک سودای دیگر 700 روپیه را علی مدد زمیری مجددا آورد که علاوه 4800 بود که مو امانتا پیش آقای رضوانی او را هشتیم، باز مو که جزئیاتش معلوم شد باز خدمت دوستا او را در گزارش های بعدی را امنی. جمله عوایدی که مو در امی 8 تاریخ تا 15 تا 14 و 15 تاریخ داشتیم 65850 افغانی بوده، یورو و دلار عاید نداشتیم. کدام آقای میری استاد میر افغانی معذرت میخواییم. 1000 افغانی را استاد میری که سابق استاد زمیل سه بوده کمک کرده از قریه سیاده فعلا در صندوق می باشه که جمله مبلغش مو یادآوری کنیم 65850 افغانی. اینی عواید از مو بود. سلام مجدد خدمت دوستای بزرگوار معظم. گزارش مصارف هفته دهم را خدمت می رانیم از تاریخ 8 قوس تا 15 قوس. در تاریخ 8 قوس مو یک مصرف داشتیم 20000 افغانی از قرارداد کسایی که سنگ را انتقال داده ساحه میداشتگی تا ساحه کار 20000 افغانی و برای سنگ کار پیسه داشته. دمی تاریخ یعنی 8 قوس 50000 افغانی. اجره مستری در تاریخ 11 قوس از خاطر که میکسر خراب بوده 860 افغانی.
وسایل نلدوانی خریده شده. بیل نمبر 110 7288 افغانی. تیل دیزل خریده شده در تاریخ 11 30 لیتر 1680 افغانی. 5 بولت بلده میکسر خورد لرای موره 100 افغانی. و گچ خریده شده 220 افغانی 2 خلطه در تاریخ 12. در تاریخ 12 اجره یک نفر کارگر ساده 350 افغانی. و در تاریخ 12 قوس هزینه بندکشی سنگ 2000 افغانی. در تاریخ 12 قوس ریک برای کار 4 موتر 3000 افغانی. در تاریخ 13 قوس وسایل نلدوانی 5750 افغانی. بیل نمبر 113. در تاریخ 13 قوس رنگ بلده انگاف خریده شده یک پاکت 120 افغانی. بیل نمبر 114. در تاریخ 13 قوس میخ فولادی و سیخ 2 میلی خریده شده 2635. بیل نمبر 115. پورانه قسمت سوم 172 موتر فی موتر 50 افغانی بوده جمله شده 8600 افغانی. و در تاریخ 14 قوس مصارف اداری 4000 افغانی هم پیشتر که میشمه دواره پیسه محسنی در حساب رفته. و در تاریخ 14 قوس کرایه بیل مکانیکی 2400 فی ساعت بوده 4 ساعت شده 9600 افغانی. و در تاریخ 14 قوس لوله پولوکا خریده شده 500 افغانی. بیل نمبر 116. در تاریخ 14 قوس تیل پترول خریده شده 165 افغانی. بیل نمبر 117. در تاریخ 15 قوس قسط آخر سنگکاری 51881 افغانی شده که مو بلده زور 51000 افغانی دادیم 1800 زور او آدم کمک بلده مکتب نما پره خوندم دیگه یاره 51881 افغانی. بلده کسایی که سنگ میدک در جمله پولی که بلده زو یعنی پولی که سر از مو باقی موندم 1,32,508 افغانی بلدهش دیده شده. و در تاریخ 15 بلده کسایی که سنگ را میوردن یعنی محمد علی رضایی از گردو 39,064 افغانی پرداخت شده. هزینه بندکشی اما قسمت آخرش 920 افغانی پرداخت شده. و در تاریخ 15 3 نفر کارگر بوده که جمله 1400 افغانی مصرف شده. در تاریخ 15 قسط آخر بتون ریزی یا مو حساب کتاب که قطع قراردادی داشتیم 8500 افغانی مانده بود که همون تصفیه حساب شد. ریگ از بند اشکه آورده شده 4 موتر فی موتر 750 افغانی جمله 3000 افغانی. در می تاریخ کراچی دستی خریده شده البته کراچی گاتر خریده شده بود و پیسه شال تصفیه حساب شده 1800 افغانی. معاش کارگران و کارمندان 25000 افغانی در می تاریخ پرداخت شده. جمله مصرفی که مو در می تاریخ داشتیم 3,81,991 افغانی. از توجهشم تشکر. دوستان در گزارش نهایی ما معتفونیم که در همی قدر وقت از اول کار تا حالا ما چقدر عاید داشتیم و چقدر مصرف داشتیم. جمله عایدی که ما داشتیم 44,388 دلار آمریکایی بوده، استرالیایی دلار 50 دلار بوده و یورو 100 یورو بوده. به افغانی 31,78,717 افغانی داشتیم. مصرف داشتیم 42,845 دلار آمریکایی، یورو نداشتیم. به افغانی مصرف داشتیم 30,43,425 افغانی. فعلا در صندوق داریم 1543 دلار آمریکایی، 50 دلار استرالیایی، 100 یورو و 1,35,292 افغانی.